سلام، به این ویدیو خوش اومدید. در ادامه جلسه قبل که ما اومدیم یک کلاس نوشتیم و توی اون کلاس تمام آیتم ها و متد هایی که لازم داشتیم برای ارسال سیگنال به تلگرام و ذخیره کردن و آپدیت کردن سیگنالمون رو پیاده سازی کردیم، تستش هم کردیم. این بار میخوام همون کلاس رو این دفعه به روش ایمپورت کردن مثل بقیه لایبرری هایی که در پایتون داریم انجام بدم و این فرایند رو انجام بدم. بنابراین من یک بار اون فایل قبلی رو دانلود کردم، روی گوگل درایو هم گذاشتم و حالا با ایمپورت کردن اون کلاس و استفاده از متدهای مختلفش سعی میکنم که یک شکل تمیزتر و یک شکل حرفه‌ای‌تری از کارم رو پیاده سازی کنم. تا انتهای این ویدیو کوتاه با من همراه باشید. برای شروع کار من میخوام که فایلم رو اینجا آپلود کردم. اون کلاسی که جلسه گذشته نوشتیم رو به طور کامل فایلش رو دانلود کردم و اینجا آپلود کردم. کلیک راست میکنم، مسیرش رو کپی میکنم و برمیگردم به صفحه. من یه دونه لایبرری اضافه نیاز دارم به اسم import ipynb که این رو نداره خود کولاب و من باید با استفاده از پیپ اینستال اون رو نصبش کنم. اول من این پکیج رو نصب میکنم. دقت کنید که اگر شما از روی کامپیوتر خودتون دارید این کار میکنید، یک بار نصب کنید کفایت میکنه، اما روی کولاب باید هر دفعه از این میخواید استفاده کنید این پکیج رو هم یا این لایبرری رو هم نصب کنید. بعد از اینکه نصب میشه من اون فایل رو آدرس رو توی این قسمت میذارم و این قسمت رو ران میکنم و اینجا از کلاسی که اینجا تعریف کردم از اسم این فایل کلاس تلگرام مسیج رو دوباره فراخوانی میکنم. خب پرمیشن از من میخواد برای اون بحث ذخیره سازی و اینکه به گوگل کولاب و گوگل درایو هم وصل بشه. من پرمیشن های لازم رو در اختیارش میذارم و منتظر میمونم که ببینید الان علامت سبز اینجاست و داره لود میکنه و اون رو اجرا کرد و میبینید که در واقع یک بار اون فرایند رو کامل کرده و به خاطر اینکه من اونجا فایل هم داشتم. اما مهم نیست، مهم اینه که اون تلگرام مسیج رو برای من فعال کرده. من این مراحل رو میرم، API توکن چنل آیدی رو معرفی میکنم. اینجا هم از اون قابلیت فرم سازی در کولاب استفاده میکنم، یه فرم طراحی میکنم و یه عدد ساده ای رو به عنوان سیگنال آیدی میدم. حالا اینجا من در واقع کلاسم رو لود کردم و اینجا دوباره میتونم فراخونیش کنم. کلاس رو فراخونی میکنم و یک عکس رو به تلگرامم میفرستم. ببینید مزیت این روش اینه که شما یه سری اطلاعات مثل چنل آیدی، API توکنتون و امثال این رو میتونید داخل این فایل بذارید و این رو در اختیار افراد قرار ندید و فقط شیرش کنید و اونها بتونن با صدا زدن و ایمپورت کردن این فایل به اون متدها و کلاس دسترسی داشته باشن و در نتیجه بتونن به راحتی فایل هاشون رو ذخیره سازی کنن، سیگنالشون رو بفرستن و همینطور که دیدید سیگنال هم به خوبی و با کیفیت و به کانال تلگرام من ارسال شد. تا اینجا که بخش اول و در واقع ساخت سیستمی برای مدیریت و ارسال سیگنال ها بود رو ما تموم کردیم. از مقدماتی شروع کردیم، توابع مورد نیازمون رو نوشتیم، اونها رو مرج کردیم، یک تابع کلی تر نوشتیم که قابلیت های بیشتری داشته باشه. بعد از اون سعی کردیم که یک کلاس تعریف کنیم و توابع مختلف رو به عنوان متد توی اون قرار بدیم و در نهایت اون رو تونستیم که ایمپورت کنیم، کلاسمون رو ایمپورت کنیم و از متدهای مختلف اون مثل متد سند تلگرام فوتو URL استفاده کنیم و سیگنالمون رو کامل بنویسیم. حتی میتونیم تست کنیم که ببینیم آیا واقعا این سیگنال آپدیت شده و در واقع شرایط مهیا شده برای اون، که من اینجا میتونم از pd.read
CSV استفاده کنم و مسیر گوگل پس 1 رو بهش بدم و خروجی رو ازش بگیرم. میبینید که سیگنال جدیدم هم اومده، سیگنال هایی که در قسمت های قبلی هم نوشتیم ذخیره شده و حالا اگه بخوام سیگنالم رو آپدیت کنم متد مربوط به اون رو میارم، فراخوانی میکنم، مثل این که میویسم بات دات. حالا اون متدی که لازم دارم مثل متد calculate performance، متد create message، متد get message from signal و متدهای دیگه‌ای که اینجا دارم و متد send a reply to telegram message که اینجا هم من این رو میتونم ببینید که میتونید نشونتون میده که چه آرگومان هایی داره. یه دونه reply to message ID میخواد که چه مسیج ID رو میخواین و reply textتون هم لازم دارید. این دوتا رو که بهش بدید میتونه به راحتی ریپلای شما رو انجام بده و با این روش شما به راحتی کلاسی که طراحی کردید، آبجکتی که طراحی کردید رو میتونید متدهاش رو فراخوانی کنید، هر کاری که دارید، هر محاسبه‌ای که دارید رو روش انجام بدید و حتی آنالیزها و تحلیل‌های بعدیتون هم روش انجام بدید. در عین حال شما یک فایل CSV دارید، یک جدولی دارید که این جدول با جدول مربوط به آپدیت سیگنالاتون توی سیگنال آیدی مشترک هستش. یعنی سیگنال آیدی ها در این جدول و در جدول در واقع پس 2، اگر من اینو نوت کنم، این جدول، این دوتا جدول سیگنال آیدی بینشون مشترکه و شما میتونید این دوتا جدول رو با هم جوین کنین و ببینید که وضعیت هر سیگنال یا هر مسیجی به چه شکل بوده، مسیج ریپلای هاتون رو دارید، اینکه SL خورده، TP خورده، چه تایمی بوده، چه ساعتی بوده، اینها رو میتونید انجام بدید. حتی آنالیز های بیشتر از این رو هم میتونید انجام بدید که خب حالا توی فرصت این دوره نمی گنجه. در عین حال شما تمام اطلاعات مربوط به سیگنال هاتون رو ذخیره کردید و تا اینجا تونستید به راحتی اونها رو مدیریت کنید. در ادامه بحث خوندن دیتاها و اطلاعات مسیج از کانال تلگرامی رو با هم پیش میگیریم و سعی میکنیم این پروژه رو کاملش کنیم.